دوستهای به نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام، شفیع یارستم. توجه شما را با برنامه 337 خود که مصادف به هفته دوم ماه می سال 2017 میلادی است صمیمانه جلب میکنم. این برنامه خود با مقطع از یک آهنگ بسیار زیبا از یک آقای بسیار نوجوان که در روی سرک بود برس میکنه، احتمالا در سمت شمال در مزار یک جای است. ایره برای جنرال دوستم میخونه. سعی کنین. الحاج ربر دوستم است، جان جگر دوستم است. الحاج جوربای دوستم است، جان و جگر دوستم است. رهبری سمت شمال سوریانور دوستم است. رهبر سمت شمال جنرال دوستم است. اما این قسمتش سعی کنین بسیار جالبه. جان جگر دوستم است. رهبری سمت شمال سوریانور دوستم است. وای دلم در گرو، وای دلم در گرو. ایره من نفهمیدم که از چی خاطر میگه وای دلم در گرفت. و ایره راستی یک رقم میگه مثل ازی که آتش از دیگدان دلشو گلونش همت فوران کنه. وای دلم در گرفت. وای دلم در گرو، وای دلم در گرو. این دل ازی در گرفته که این جنرال دوستم رهبر سمت شمال و در کابل زندانیز در خانه خود، از خانه خود برآمدن نمیتونه. معاون رئیس جمهور شاید از زمین خاطر دلش در گرفته. و ای که شاید دلش در گرفته که 16 سال است که یا هر گپی که جنرال دوستم میزنه یا میکنن. و غنی رای بته با مو رای میتن و کرزای رای بته با مو. هر دفعه میایه که ما دیگر رهبر خدا یافتم. رهبر ما مردم احمد غنی است. همین دفعه پیش که آمد امیر گفت که اینم با دکتر صاحب غنی دیگر ما تا مردن کت استاد هستم. ایره قبول کرده بود که ما تا مردن کت استاد هستم، اما ایش نسنجیده بود که او تا کجا کت ازی استاد است. تا دان دروازه بیت الخلا کتش استاده است. بعد از او مندازشم میره. ادامه از یا آهنگ از قرباق خود شدم، زلفا پسی گوش شدم. از قرباق گوش کردم، زلفا پس گوش کردم. این دیگهش بسیار جالبه. از قرباق خود شدم، زلفا پسی گوش شدم. عدردی ازار ربر دوستم جان خوش شدم. از میان ازار ربر دوستم جان خوش کردمه. بازی سگکش بسیار ظرافت داره که همی بوتم تیز باش نکنه که از کار خودم پس نمانه و در این زمان ادامه میته ایرسه. با خود شدم، زلفا پسی گوش شدم. عدردی ازار ربر دوستم جان خوش شدم. کمال آقا جون، کمال آقا جون، کمال آقا. ای دیگهش نمیخور میواشه آش بریده باشه. میگه نمیخورم یاشه آش بریده باشه. ای کده بابای خود قار کده میگه من یاشه نمیخورم آش بریده باشه. ما که در امریکا هم زندگی میکنیم که در روی سرخان یک آش میمانن سر قم مندازیم امور میخوریم، پشت بریده و نابریدش نمیگردیم. نمیخور میواشه آش بریده باشه. اما این میگه من یه آش نمیخوایم آش بریده باشه. و خود از یام بسیار جالبه. یعنی دیگه بسیار ظرافت نهفته است. یعنی بچه ها کسی که در روی کوچه کلان شده، شاید پدر خدا در یک سن بسیار پایین از دست داده، مادر خدا، و این دینمی شاید 20 سال یا 15 سال که سنش است، حداقل 10 سال از از 5 سالگی شاید اینمی کار ازی بوده، اما در پالوی ازی این ذوق هنری خود رشد داده و با چی یک امیده و با چی یک عشق به جنرال دوستم میبینه. من دفعه اول است که جنرال دوستم از روی ازی خواندن احترام میکنم
به خدا تعالی ما هیچ کس ندیدیم که اقدر به زیبایی برای دوستم گپ زده باشه. کل یک چالاکی داره، در فکر خود هستن که چطور کت دوستم خود بزنن و دوستم هم مترکایی، اما یک صادقانه دوستم خوش داره. نمیخور میواشه آشی بریده باشه، دماوال ادار ربر دوستم جا زنده باشه، وای وای دلم درگرو. نمیخور میواشه آشی بریده باشه، دماوال ادار ربر دوستم جا زنده باشه. دماوال 1000 ربر دوستم جان زنده باشه. و باز وای وای دلم درگرو. وای وای دلم درگرو. وقتش است که دلش در بگیره. اگر دوستم یک آدم می بود که به دیگه مردم نه به مردم ازبک هم می اندیشید، امروزی بچه یک مکتب خلاص کرده می بود. امروزی بچه یک انسان هوشمند و یک انسان با تحصیل می بود. 16 سال است که جورابای می گاهی در پشت یک خواهین استاد میشه، گاهی پشت دیگهش. ای آمده بود نه که بدخشان باز ما دوبای جور میکنیم که غنی استاده بود و مردم بدخشان میگفت که شما مرا ببخشین که در گذشته ما غلطی کرده بودم، یعنی که این دفعه دیگه شما به او حالت نمیفتین. امروز بدخشان در دست طالبه، امروز خودش در کوته قلفی، در خانه قلفی خودش ده. این حکومت فاشیستی یکی تمام نفرار از حکومت پس کرده میره، در حالی که دوستم که در این حکومت وی انتصاب نشده بود و جزو از این حکومت بود، به اساس انتخابات جزو از این حکومت بود. این به حیث معاون غنی در انتخابات ای خود رن کرده بود، این نامزد بود برای معاون رئیس جمهور و به 1000 نامردی را کشیدن در خانه شاندن. دوستم در این انتخابات که غنی میگفت که اما کرزای ما مردم بازی داد، دهن ما موی کشید که مچم بر قندهاره لحجه میگفتم، به این لحجه میگفتم او کرزای صاحب رای بتین، او کرزای صاحب، ولی مردم به کرزای رای داد. کرزای که آمد مرا از افغانستان کشید. کرزای از اشرف غنی کده بسیار تو را احترام کده بوده. امروز تو در خانه منیس یک آدم جانی زندانیستی و تو احتمال داره که باز از این میجه خلاص شوی، باز پشت یکی از این میا بدوی. در وقت انتخابات تو آمده بودی میگفتی که ما یک رئیس جمهور پشتون میخوایم، باز معاونش هم ما مردم باشم ازبک. او شد اما تو ازبک هیچ کار هستی. خودت میگفتی که 90% حق ما را یا خورده، اما حداقل همی خودت خو معاون بودی عالمو را مزد گرفت، یعنی 100% حقت خورد. اما در حالی که تو را کوته قلفی کده به اتهام ایشجی و خیال ایشجی که من البته مهم هستم برای ازی اشرف غنی، ایشجی را هم در یک جای دیگه اعلام کده کت مقد پاره، اما آقای گلبودین آورده تا 10% حق تو را هم که میگفتی که کس نداده امور هم بگیره برای گلبودین به تو داد. گلبودین با همه جنایتش آوردن در کابل، نفرایش در کار گرفتن، میلیون ها دلار دادن و در غازی استادیوم اینا 3 میلیون دلار مصرف کردن که مجلس غازی استادیوم گلبودین بگیره و در اون مجلس خلقی پشتون، پرچمی پشتون، شعله‌ای پشتون، بی‌طرف پشتون، با طرف پشتون 90% در اون مجلس بود. به خاطر که هموطنای پشتون ما برشان یک چیز مهمترین چیز پشتون بودن. دیگرای ما غول هستیم، برای ما او تو نیست. غولترینش اینمی ما تاجک هستیم، به خاطر از این که ما میگیم ما قدامت فرهنگی داریم، کلگی برادر ماست، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند، چه عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. و اینمی دلیل باخت ماست در این مملکت که ما من حیث یک انسان فکر میکنیم و مردم دیگه تنها من حیث پشتون و برای پشتون والی جنگ میکنن. دومین غول دیجه هزاره است، سومین غول ازبک است. به خاطر که ما کل ما در این فکر هستیم
کمی وطن شوه خیر است، امی برای وطن کار میکنه مال خیره. امی یک پشتون رئیس جمهور خیر، امی وزیر دفاع مزیا، صدر اعظم مزیا، رئیس مزیا، امو مولیش ما می باشیم در مملکت، امو جوالیش می باشیم، کراچیوانش می باشیم، گلکارش، نجارش، اینمی نفرایش می باشیم. با دیگه چیزا از یا امور مال از پیش ما میگیرن و بدتر از این که کل چیزا را به پاکستان داده میرن. شما سعی کنین اینی یک رهبر اسلامی است، حزب اسلامی که 40 سال بر اسلام به نام اسلامی جنگیده و سعی کنین که چی میگه. در حکومت امریکایی کابل سهم غیر پشتونها به حدی زیاد و پررنگ است که سهم پشتونها با آنها اصلا قابل مقایسه نیست. وزیر خارجی ازبک بریتانیا در برابر پارلمان کشور خود اعتراف کرد که سهم پشتونها در حکومت کابل و نیروهای اردو، پلیس و ریاست امنیت آن کمتر از 5% است. و این در حالی است که بنابر احصایی ملل متحد 65% ملت را اقوام پشتون تشکیل داده است. 65% ملت را اقوام پشتون تشکیل داده است. میگه 65% از این مملکت ما پشتون هستیم ولی حقوق ما را خوردن. حالا بیادر مسلمان ها خب برادر هم هستن، تو چرا برای حقوق پشتون کار میکنی؟ حفیظ الله امینت به حیث کمونیست برای حقوق پشتون کار میکرد که کمی پرولتاریای جهان برادر بود. در اسلام که کلگی مسلمان ها برادر هم هست، تو برای حقوق پشتون کار میکنی. اما اینمی ما غول مردم تاجک اینمی جه ساده هستیم که نه برادر نمیتونیم سعی که امرالله صالح ما را سعی کن. ای دیگه شکت آساگک کالمی همی مرد که از پنشیر که است قانونی در گوشه ازلت خود انداخته. بسم الله خان در کجاست؟ گم شد. امی چیزی که رهبرای ما هست گم شدن کلگیش. هزاره چی کار است؟ مولی ازبک چی کار است؟ از مولیان بدتر سعی کنه کلانترین نفرشان امیال در زندان است. در واقع عملا دوستم بندی است و سعی کنین که گلبودین انوزام قانع نیست که اینا عقب به حق خود رسیدن. شما سعی کنین در اینمی روزایی که برای گلبودین جشن گرفته بودن از امی کجگردشیک سعی کنین که نفرها داخل میشه. دمی خط اول شما سعی کنین که یک نفر غیر پشتون شما میشه میبینین و کل از یا در اوج قدرت هستن. سعی کنین حکمتیار پس از 21 سال جنگ مخالف پیشین دولت روی فرش سرخ مردم سالاری. تاجک گم شده میره، هزاره گم شده میره، ازبک گم شده میره. شما همی انتحاری ها رو ببینید در مقابل کی میشه؟ در مقابل ازبک، در مقابل هزاره، در مقابل تاجک. در هر دفعه که در این مملکت یک گردمایی بود از پشتونا یک پتاقی کس نپرانده. کی میکنه؟ اینمی حکومت میکنه، اینمی غنی، اونمو کرزه، اینمی کسافتایی کارم میکنه و ما کلگی ما آرام میبینیم. گوسفند همه روزه برد این گرگ مزور، گوسفندان دیگر خیره در او مینگرند. امی دیروز یا پریروز معاون حزب کنگره یعنی معاون آقای لطیف پدرام در پیش خانهش تیرباران کردن. کی میکنه؟ اینمی حکومت میکنه. آقای سیدی را در کلش کت مرمی نزده بودن، خدایی زنده مانده. تمام تاجک و هزاره و ازبک یا کشته میشه یا در جای دست پای بسته میفته. ما کدام رهبر پشتون مثل که مزاری را اینا با امو چتلی کشتن خفکش کردن و او رام کی کرد؟ اینمی گلبودین کتش هم پیمان بود ولی اینمی گلبودین اینمی مزاری را الاکت خودش گریخت که تمام اسلحه و قوای خودم داد برای طالب کشت اونمو مزاری را. امی گلبودین پار سال در جریان انتخابات به مردم هزاره از پاکستان اخطار داد که بازمک آمدم با شما را یک حال روز نشان بدم که در افغانستان جای نیافین و اگر از افغانستان هم برین در ایران هم برای شما باز که از جای نته. امو کار شده. شما سعی کنین 2000 نفر یا 3000 نفر در مابین کابل آمده که ما میریم مزار، کلش جوان و کلش پشتون اصول سرد ایران. اینا را کی میره؟ غنی. سعی کنین یک توته است. دروازه شمالی شهر کابل است. در کنار جاده عمومی
این بس ها متوقف شدند. بس هایی که افراد مشکوک را از جنوب و غرب و ولایت های شمال کشور انتقال می دادند. مسافرانی که اکثریتشان به زبان پشتو صحبت می کنند پافشاری دارند که برای نشتر زدن کوکنار به شمال می روند. اراده داشتی مزار شد پدر شد تاکید خریب 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 و غریب بیشتر خریب بس مشکلات ندارو چه تو بخارو خریمو انیستی چرا خرینو در کار خالی یا مش دغشان سرکار نه د مشکل غریب کار خلک بسګری کو نه خواري کو چې ځای په افغانستان په هر ځای کې مست خواري پیدا شي. بیشتر این افراد که نزد پلیس مشکوکند از ولایت‌های کندهار، زابل و هلمند خودشان را معرفی می‌کنند. سفر گروهی این افراد همه را مشکوک ساخته است. پریزم دا په کلات کې وتولاري هغه په مکور کې وتولاري هغه په هلمند کې وتولاري هغه په کندهار کې وتولاري په موټر کې موټر راځي را روان دي راځي کني دای د تمام په دغه څه چې په هلمند کې ل زابل بیا هلمند ته ځي خوار نه. اینان میگویند که شمارشان به 2000 تن میرسد. چاول دوباره بند کړی ورور په دغه حال بولی وای ته په تمام څه کاسره روان 2000 کاسه دا جوړ ولاړ 2000 دغه چې څه وڅو مشره نه دا تاسو چې ګورنه مخکن ودی په دې دا چې شو کې چې اپر مټک شپه بیا کړی. گارنیزیون کابل در هماهنگی با پلیس بررسی ها را از نزد اینان آغاز کرده و پلیس کابل باور دارد که این افراد عادی نیستند. یعنی شما فکر میکنین که تصادفی شده که این نفرها کلشان از یک جای جمع شدن که ما میریم مزار نشتر زدن؟ کل نشتر زدن تریاک در هلمنده یا از هلمند خیستن که ما میریم مزار؟ در مزار کجا درگه؟ کجا تو میری که نشتر بزنی؟ در رگ مردم نشتر میزنن. این کلش پلان شده است. آقای غنی در پشت عزیز، آقای اتمر در پشت عزیز، گلبودین در پشت عزیز. و اینا اگه تو بیایی اینه میره بگویی 1000 نفر پشتون میخیزه که تو خائن هستی، ضد پشتون هستی، فاشیست هستی. نه، ما فاشیست نیستیم. ما از حق خود، از عدالت اجتماعی در کشور خود باید دفاع بکنیم، باید برش مبارزه کنیم. در درجه اول برای ما منعیس تاجک باید اصلا ارزش نداشته باشه که پشتون خوش میشه یا قار میشه. برای من یک چیز باید مهم باشه که چطور برادرای تاجک خود استاد کنم که در اینجا قتل عام نشه و حقوق ما کاملا پامال نشه. برای 1000 تنهای نمی باید ارزش داشته باشه که چطور هزاره خود استاد کنیم، چون جنگ دفاعی است، ما جنگ تعرضی نداریم. آشا که ما در یک منطقه پشتون حمله کنیم یا برادر پشتون خود بکشیم. برای یک ازبک هم باید اینه میگه باشه که چطور معزق حقوق ازبک خود دفاع کنم. و چون که ازبک و هزاره و تاجک اینه میال تمام حقوقش پاماله، اینه می 3 گروپ میتونه با هم یک جایشه با تمام مردم دیگه و همه پشتونای روشن فکر و علیه از این کثافات مبارزه بکنه. این نهایت غول بودن ما من حیث تاجک است که ما از جنبش روشنایی تا هنوز پشتیبانی نمیکنیم. چرا؟ این برادرای هزاره ما چی میخواین؟ چرا یا باید چراغ نداشته باشن؟ و چرا چراغ بختشان در مملکت ما خاموش باشه؟ 1000 امروز در تمام دنیا زندگی میکنه و برین شما همو هزاره را که در افغانستان ما نمیماندیم غیر از ریسپانس سرشانش یا کراچی در پشت سرش داشته باشه، برین شما در تمام دنیا سعی کنین. از ما تاجک کرده تحصیل یافته تر است، از تو پشتون کرده و از کلگی کرده. اما تو ازبک ما، اما تو تاجک ما، کلگی ما یک برابر در تمام دنیا زندگی میکنیم. هیچ کدام بازدگی ما که پایین نیستیم. یعنی اگر عین حق و حقوق ما داده شود، ما در مملکت خود کل ما مساویانه خوشبخت زندگی میکنیم. آقای غنی دمی روزا آمده میگه والا در 2 وزارت قوم پرستی زیاد است، یکی در وزارت خارجه، یکی در وزارت داخله. چرا که وزیرای ازیا تاجک بود و یک شخص وزیرش پس کردن، رئیس کمیسیون سیاسیش که یک آدم مقتدر پشتون، رئیس امور مالیش پشتون و 10 سفیر و غیره و غیره به شمول سفیر امریکا و مسکو که 2 جای مهم بر افغانستان کلش پشتون. هنوز هم میگن که اینجا قوم پرستی زیاده. بله، قوم پرستی پشتونها تا در همینجا وجود داره و در وزارت داخله میگن یا قوم پرستی است. اینمی وزارت دفاع آیسته آیسته تمام مردم یا پس کردن جز اسکر. امروز اساکر ما سعی کنین در جوزجان
یک منطقه که عساکر ما که طالب جنگ میکنه 2 تا هلیکوپتر یه اسکرها فکر میکنه که برای ما نان از اسلحه آورده، اما این در جای از یا نمیشینه، در جای طالبا میشینه. ایره کی میکنه؟ سعی کنین این گزارشه. فرود چرخبالها به گونه مرموز در ساحات تحت حاکمیت طالبان. گزارش‌های نشر شده مبنی بر فرود 2 چرخبال، آن هم شبنگام در ولسوالی سیاد ولایت سرپل که 90% این ولسوالی در اداره 2 گروه شورشی است، نگرانی‌های زیادی را به بار آورده است. اما وزارت دفاع ملی میگوید در مورد نشست این چرخبالها تحقیقات جریان دارد. در اون محله که ادعا شده که تیارات نشست کرده، در اونجا عملیات محاربی ادامه داره و ما در مورد از این تحقیقات ما ادامه داره. اونجا فعلا قماندان لوایی که مسئولیت سوق اداره محاربی را به عهده داره در این جهت تحقیقات میکنه. در همین حال والی سرپل میگوید شایعاتی وجود دارد که در گذشته هم در این ولسوالی چرخبال‌های نشست داشته است. ایره کی میکنه؟ کی برای طالب عوض عسکر ما سلام میته؟ گیریم که میره روسا میکنه، ولی برای عسکر ما چی؟ به هیچ وجه پشت طالب روس نیست. اینا میخواین جامعه جهانی را مغشوش بسازن و ما و شما هزاره و ازبک و تاجک کلگی ما پراگنده در تمام دنیا به شمول افغانستان زندگی میکنیم و یا آمده میرن زمین و مال، ملک و مال و جایداد ما را گرفته میرن. دمی انتخابات گذشته از 20 چند نفره که کاندید ریاست جمهوری بود، چند دانه از این هزاره بود، چند تاش ازبک بود، چند تاش تاجک بود. یعنی شما فکر میکنین که در کل مملکت یک تاجک شایستگی از این نداشت، یک هزاره یک ازبک؟ به خاطر چی نبود که کل پیسه را یا گرفته میرن از جامعه جهانی و ما کل ما مولی وارشتیم. گناه از یا نیست، گناه از یا نیست. یک پشتون استاد شده پشتون ولی میکنه، هر چی که از گرفته هنوز هم گلبودین وار آمده میگه ما حقوق ما را ندادیم. و اینو من نشان دادم که کل کسای صف اول امروز پشتون، یعنی 100% قدرت در دست از یاست. اما که شور میخوری اونمو مسعود دو میزنن، اونمو آقای قانونی را دو میزنن، اونم هر کسی که از هزاره است، محقق، کریم خلیلی، دوستم، کلگی ما بد هستیم، کل ما دوز هستیم، کل ما خائن. اما ما نه خاک خدا فروختیم، نه ناموس خدا فروختیم، نه ای چیز خدا فروختیم. همین خاک پشتون خو ما نفروختیم. همین نوکرایی که امروز در تمام جهان کار میکنه 90%ش پشتون است. این از کرزی و اشرف غنی گرفته تا کلگیش سعی کنین 90%ش همین کسایی که مقتدر 90%ش پشتون است. یعنی این هموطنای پشتون برای خود توهین میبینن و فکر میکنن که من ضد پشتون هستم. من نیستم، اما هر چیز یک اندازه داره. آشا که ما ضد هموطن پشتون ما باشیم. امروز سعی کنین هموطنای پشتون ما در قندهار بر علیه پاکستان میجنگن در سرحد. آیا ما با اینا نیستیم؟ قلب ما، چشم ما، جان ما، خون ما، گپ ما با اینا هسته. سعی کنین ولی کار مره ولا که سواشه ولا که واشه بری دي اجازه جوا کلمه دا پیچ شپاره ساتي دي دغه نه وګم دغه دغه شتي دي کوه بله ما با برادر پشتون خود هستیم، اما مهمتر از او
ما با خودم هستیم. به خاطر تمام است بود ما را دیگه دزدیدن و تمام است بود ما را دزدی کردن میرن و تمام مملکت ما، خاک خود ما را، زمینای ما را از ناقلین پر ساخته میرن. زمینای هزارا را نمی گرفتن. هزارا فکر میکنه که یا نمیان، یک دفعه سمت شمال آرام شه، باز هزارا میبینن که یک قاعده یک گونشین هم بر از یا جای نمیمانن. پس وقت از این رسیده که تاجک و ازبک و هزاره یک اتحادیه بین خود جور کنن. اما میتونیم ما اتحادیه داشته باشیم؟ همی هزارا که خود یک جای هستن، همی تاجکا که خود یک جای هستن، همی ازبکا که خود یک جای هستن، کی که خود یک جای؟ یعنی ما باید در درون خود کار کنیم و در بیرون خود. در درون خود که ما یک مکانیزم به وجود بیاریم که من حیث تاجک با تاجک خود یک جای باشیم، یعنی یک اتحادیه تاجک ها را داشته باشیم، و من حیث ازبک با ازبک خود ازبک ها کار کنن، و من حیث تاجک هزاره با هزاره خود کار کنن. اینا اتحادیه سرتاسری داشته باشن. بعد از اون ما با هم یک جای میشیم، یک اتحادیه هزاره و ازبک و تاجک به وجود میاریم و همه اقلیت های دیگه، و با هر پشتونه که با ما موافقه برادرانه یک جای میشیم که ما از حق خود دفاع کنیم در درون مملکت و از ناموس کشور خود دفاع کنیم در مقابل خارجی ها. در غیر از او کلگی ما یکی نابود میشیم. ما یکی دو هفته دیگه ما بر شما راه عملی زیر پیشنهاد میکنم که چطور ما میتونیم اینمی اتحادیه ها را و اینمی اتحادیه ازبک، هزاره و تاجک با وجود بریم. در غیر از او در افغانستان نابود میشیم. امیدوار هستم که شما با هم دیگه گپ بزنین، به یکی دیگه تلفن کنین، به یکی دیگه ایمیل کنین، فیسبوک، از هر طریقی که میتونین در افغانستان و بیرون افغانستان. شما باید استاد شین هموطن عزیزم، با خدا که به حیثیت و به آبرو و به ناموس میشین. امیالی هم شدیم کلگی ما، همیشه استاد شین برای دفاع از حق خود و دفاع از حق مردم افغانستان در مجموع و کشور ما در مجموع. و اگر ما با هم یک جای نشیم و هنوزم بترسیم و هنوزم برای منفعت‌های شخصی خود مبارزه کنیم، باور کنین که دیگه حق پشتونه. یعنی اگر پشتون به میرقم کلگی ما را خون ما را میخوره، خب بهتر از دیگه که بخورن. خب البته ما اوشاره پیش پاکستان یا میدون، پیش عربستان یا میدون، کت انگلیس یا میدون، کت از او کلش یک سعی کنی کت روز یا میدون. بهتر است که ما شما یک اتحادیه داشته باشیم، یک اتحادیه جهانی، و از منافع خود در سطح کشور و تمام دنیا بتانیم که دفاع بکنیم. هفته دیگه ما برای شما طریق یک جای شدن پیشکش میکنم.